سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ امروز میخوایم در مورد متغیرها در جاوا اسکریپت صحبت کنیم که اصلا چی هست، به چه کاری میاد، چرا از متغیر کانست استفاده کنیم، چرا از متغیر لت استفاده کنیم و چرا ما نباید از متغیر ور استفاده کنیم. با هم بریم جلو. جلسه جذابه، یادت نره ویدیو رو باید لایک کنی، کانال رو باید سابسکرایب کنی. بریم سر وقت اصل مبحث. نگاه کنید بچه‌ها، داخل جاوا اسکریپت ما به 3 روش میتونیم متغیر تعریف کنیم. هر 3 روش در حال حاضر این لحظه که داریم سال 2025 ویدیو ضبط میکنیم قابل استفاده است. بریم سر وقت همون کار خودمون. فایلی که قبلا ساختیم، یه متغیر میسازم، یه لاگ ساده میگیرم. خب لاگ من داره کار میکنه. حالا با کانست متغیر میسازم به اسم مثلا نیم، پیشنهاد داره جان. اوکی. خب کانست چیه؟ کانست یعنی من وقتی میخوام یک متغیر تعریف کنم و قرار نیست تغییرش بدم، ثابته. ثابت ها مثل چی؟ مثل اسم خودم رو میخوام بذارم، مثل این که میخواهم عدد پی در ریاضیات رو تنظیم کنم، چیزی که ثابته قرار نیست تغییر بدم، میام از کانست استفاده میکنم. متغیر چجوری تعریف کنم؟ بچه ها هر چیزی اینجا میتونید بنویسید. یعنی من اینجا میخوام متغیر تعریف کنم، میتونم بنویسم کانست. حالا هر چیزی میتونم اینجا با من اسمش بذارم، یه مساوی بذارم و مقدار بدم، مثلا بنویسم 20 کار. ولی وقتی از کانست استفاده میکنم در جاوا اسکریپت امروز، جاوا اسکریپت مدرن، و چیکار کنیم؟ باید ما بیایم و یه قاعده کوچیک رو اعمال کنیم. آپر کیس باشه، یعنی حروف بزرگ. یعنی اگر میخوام چیزی ثابت باشه می‌نویسم نیم و حالا مقدار بهش میدم، مثلا اینجا پیشنهاد داره جان، نرم افزار جان. تموم شد. میتونم اینجا بنویسم نیم؟ بله، شما میتوانید اینجا بنویسید نیم. مثل همه زبان‌های برنامه‌نویسی دیگه، مثل خود سیستم عامل ویندوز، مثل سیستم عامل لینوکس که یک سری اسم‌ها محدودیت داره، رزروش میگیم، اجازه نمیده ما انتخاب کنیم، اینجا هم یک سری اسم‌ها هست که نمیتوانیم انتخاب کنیم. من اینجا نمیتونم بنویسم فانکشن، خطا ازم میگیره. چرا؟ فانکشن یک کلمه کلیدی، یک کلمه رزرو شده است. به نیم میتونم استفاده کنم. تمرین: من یه جای نیاز دارم از کلمه فانکشن استفاده کنم. چجوری استفادهش کنم؟ تمرین رو انجام بدم. موضوع بعدی: من کانست رو گفتم پس نمیتونم تغییر بدم. اینجا نوشتم نیم مثلا جان، اینجا نمیتونم بنویسم نیم مثلا دو، خطا میده. خطا میده. تو کانست دادی، گفتید نیم تغییرش نمیدم، بعد اون تغییر دادی. خب این نمیشه که. این موضوع اول. موضوع دوم: لت چی کار میکنه؟ لت یه متغیر معمولیه که من میتونم اسمشو بچه‌ها تغییر بدم. مثلا چی؟ مثلا اینجا میگم let age سی، مثلا 30 سال. خب لاگ بگیریم، یه لاگ قشنگ بگیرم، میگم سن سی، اینو میدوسم سیر داد. حالا 31ش میکنم، 31 هم داد، خطایی بهم نداد. پس وقتی متغیر میخوام تغییر بدم لت استفاده میکنم، وقتی میخوام تغییر ندم چیکار میکنم؟ از کانست استفاده میکنم. خب این وسط ور چی میگه؟ بچه ها قبل از 2015، قبل از اینکه ES6 بیاد، ور فقط استفاده میکردیم. یعنی کانست هم بود، عموما از ور استفاده میشد. خب چه جذابی بود. ولی اینجا یه مشکل داره. ما یک اصطلاح داریم به اسم هاست. خب تلفظ دقیقش بگم، هاست نبود، هویست کنم تلفظ دقیقش باشه، هاست نه، هویست بود. این چی کار میکنه بچه ها؟ هویست میاد هر متغیری که من تعریف کردم برمیداره میبره بالا. این اینجا مگه ور بذارم مثلاش مهم نیست. من این خط ور بنویسم، اینجا بنویسم مثلا ور مثلا سیتی، یا اینجا بنویسم ور سیتی، در هر صورت واسه من ور رو تعریف میکنه. حالا من اینجا بنویسم لاگ سیتی مثلا، چه اتفاقی میفته؟ undefined، یکی از انواع تایپی داخل جاوا اسکریپت رو به وقتش توضیح میدم. نکن اینجا نوشتم سیتی، قبل از اون یادتونه
گفتیم که آقا داخل جاوا اسکریپت خیلی مهمه ما چجوری کد می‌نویسیم. در جاوا اسکریپت از بالا به پایین کدا خونده می‌شود. خب من اینجا سیتی رو گفتم لاگ بگیر و اینجا گفتم سیتی باشه نیویورک. خب اینجا شوی آن دیفاین. این مشکل ساده است. شاید مسئله مهمی به چشم نمیاد و حواسمون جمع. ولی ما یه موضوع داریم به اسم بلاک اسکوپ ها و وریبل اسکوپ ها. اینجا که مشکل درست میشه. نکن. بعدا ما به شرط ها آشنا میشیم. الان فقط میخوام روی متغیر تمرکز کنید شما. من با شرط آشنا میشم. اینجا میگم آقا ور سیتی مثلا نیویورک و اینجا میگم ترو. یعنی همیشه داخل این شرط من برو. به وقتش بهتون توضیح میدم ولی فعلا اینجا شما دقت کنید بالا مهم نیست این لحظه. خب نیویورک واسم آورد درسته؟ حالا من نیویورک رو برمی‌دارم از اینجا نمی‌ذارم چی شد؟ نیویورک بازم واسم چاپ شد. درسته؟ داخل این اسکوپ میگن اسکوپ بلاک اسکوپ یک بلاک دارم اینجا ور تعریف کردم ولی ور بیرونش هم اومد. حالا اگه اینا لت کنم چی میشه؟ خطا میده میگه تو سیتی رو اینجا نمیتونی دسترسی داشته باشی دسترسیش اینجا. این باعث میشه خطای ما داخل پروژهمون چی بشه؟ کم بشه. به همین سادگی نکنید خط به خط 5 هم خطا داد به اینجا خطا داد تازه. من اینو حذفش کنم. حالا میاد اینجا میگه سیتی ندارم. میبینید؟ به همین سادگی خط 16 من میخوام خط 16 خطا داره من نمایش میده. این خیلی مهمه. لت بلاک اسکوپ ور چیه؟ فانکشن اسکوپ. فانکشن اسکوپ ها این مزیت رو دارن اینجا که شما ور زدین پایین هم داریش. یه چیز خوبی نیست. طبق تجربه‌ای که طی سالها به دست اومد به این نتیجه رسیدن که این کار باعث میشه خطاهای پروژه های ما چی بشه؟ زیاد بشه. برای همین الان چیکار میکنن؟ میانو از let و const استفاده میکنن. پس باید بگیم آقا نه به ور و همیشه از let و const. حالا پروژه یه پروژه ساده میگم اصلا سخت نیست خیلی راحت شما میتونی انجامش بدی. 5 تا متغیر بساز با کانست 5 تا متغیر بساز با لت و یه شناسنامه برای خود درست کن. اسمت، فامیلت، سنت، محل زندگیت و این 10 تا متغیر برای خودت با کمک کانست و لت بساز و ببین با کدومش بهتر میتونی متغیر رو تعریف کنی کدومش اصولی تر. حالا جلسه بعد ادامه میدیم. ویدیو رو یادت نره لایک کنی کانال رو سابسکرایب کن.